درود به همه، خوش اومدید به اولین ویدیو من در یوتیوب. من آرمین هستم و اینجا دیلومتر. قبل از اینکه داستان شروع کنیم لطفاً چنل منو ساب کنید و لایک و کامنت بذارید. با این کار به من کمک خیلی خیلی بزرگی میکنید. بریم سراغ داستان. San Espiritian guerrillas have declared war on the Mendoza government. Guerrilla spokesman and revolutionary frontman Jose Carnicas says, quote, Mendoza is a rabid dog that should be put to death. The Republic of San Espirito, once known as the Pearl of the Caribbean, is now an island in turmoil. The guerrilla movement, known as the People's Revolutionary Army of San Espirito, has been fighting the rule of the nation's president, Salvador Mendoza. بازی از اونجایی شروع میشه که در اخبار درباره یک سری نیروی دیوس نظامی داخل جزیره سان اسپریشن ضد دولت خودشون با رهبری خوزامیکاس قیام کرده و میخوام بزنن خشتکشو پرچم حکومتی کنن و یک انقلاب مردمی را بندازن. ما در نقش ریکو رودریگز هستیم، در نقش یکی از مامورای سازمان CIA آمریکا یا هم سازمان اطلاعات آمریکا. با یک ورود سینمایی وارد جزیره میشیم و بعد به ورود پیش همکاران خودمون تام شلدون و ماریا کی میریم. تام بریکا عکس سالوادور مندوزا رو نشون میده که ماموریت سازمان نابودی این دیوس هستش و به همون میگه که مندوزا به شدت در محافظت پلیس و ارتشه و بعد تام رهبر شورش‌ها یعنی کارامیکاس رو معرفی میکنه که سالوادور دیوس اون رو داخل قلعه قدیمی اسپانیایی داخل جزیره زندانی کرده و ماریا جان به ریکو میگه که بریم کارامیکاس رو نجات بدیم، اگر اب گیر افتادی هم تو از ما نیستی. یه جورایی داره میگه در نره یه اطلاعاتی هستی، ولی یک اطلاعاتی هیچ وقت نمیگه من یه اطلاعاتی هستم. ریکو به قلعه میره و خیلی زیبا و ایزی کارامیکاس رو نجات میده. کارامیکاس به ریکو میگه که بعداً من رو توی کمپ قدیمی گریلا ملاقات کن و بعد تا آغوش خانواده اون رو هدایت میکنه و بعد از آغوش با خواهر خوزه یعنی اسپانزا کارامیکاس آشنا میشیم و خوزه میگه که ما از این به بعد یکی از اونا هستیم. اونها سریع از اونجا خارج میشن چون ارتش دنبالشونه و در قدم بعدی ماریا به ریکو میگه مردی به نام فرانکو آلیفانو یک قاچاقچی مواد مخدر تو نیویورک با یه تن پول داره میاد به جزیره و تو باید پوله اونو بدزدی و در نقش فرانکو اون رو به رژیم بدی تا یه جنگ بین دو تا گروه بندازیم. بعد از یک ماموریت به شدت تو مخ ما پولا رو از فرانکو میگیریم و به پیش بانوی با کمالات میریم که پول رو بهش بدیم. و بعد از دیدن پول بانو به ما میگه من از پولهای پولهای خیلی بزرگ خوشم میاد. آره دقیقا همینو میگه من از پوله خیلی بزرگ خوشم میاد و اینا. ادموندو خیلی خوشحال میشه و میگه برو دنبال تیله بازی تا بهت خبر بدیم و طولی نمیکشه که با اون تماس میگیره. So, my friend with the big American money. You are welcome. I have a little favor to ask of you. I do so hope you can oblige. That's why I'm here. Listen, with your money and our muscle, we are going to wipe out the Montanos cartel. This is Caballeros, deep in Montanos territory. The people grow rice, very charming. But the Montanos use the rice meal as a cover for their white crop, coca. I want you to destroy. That's how I like it. حقیقتا ادموندو با این حرفایی که زد خدایی منم بودم قبول میکردم. با گرفتن قلمرو مونتانوس تجارت کوکولی از اونجا میفته دست ادموندو و این باعث جنگ کارتلا یا همون ساقیه محله میشه. ما پول رو میدوزیم و پیش رقیب ادموندو میبریم. اونا میخوان
آلیفانو و جد و آبادش رو به فاک بدن. بعد از اینکه ریکو تمام دار و دسته آلیفانو رو به چخ میده، ادماندو هم به آلیفانو زنگ میزنه و بهش میرینه. در مأموریت بعد باید رئیس پلیس ولاسکو رو بکشی و ریکو پیش یک آدم دامل خمری میره، مردی که دیوس میگه یک قایق ولاسکو برو، موقعیت خوبیه که بهش حمله کنی ولی سخته، حواست باشه باسنتو باخ ندی. ریکو میره تو کشتی و میره یکشونو به چخ سگ میده، علق خصوص ولاسکو رو. بعد از کشتن این دیوس حالا باید یکی دیگه از دیوسای منطقه، یعنی یک ژنرال ارتشی به نام خوز دورنگو رو به چخ بدیم. این لاشه خان فقط یک نقطه ضعف داره، اون هم حول بودنه. خوزه جان هر شب با یک سری از بکس مقاومت میرن سمت تهران پارس، چند تا از بانوان نوازنده و فلوزن رو بر میدارن و یک مکان دوری میرن و با هم دکتر بازی میکنن. ما هم با کلی جرخوردگی میریم و خوزه جان رو روی کار خفت میکنیم و میزنیم. ایخو ده پوتا! بعد این ماجرا خواهر اون که خوزه میگه باید به رهبر جنبش اسلحه برسونیم، تو بیا به عنوان بادیگارد کاری هم نکن. ما هم چون از خواهر خوزه خوشمون میاد میریم. موقع معامله طرف مقابل یوهو لاشیبازی در میاره و موقع دادن پولا تیراندازی میکنه. ریکو هم با یک حرکت به شدت بلیسانه بعد از نجات اسپانزا خار و مادر یکشون رو سلام میدهیم و هم پولها و هم اسلحه ها رو میگیریم. بعد از این اتفاق این بانو با اخلاق بوسه‌ای بر لبان ریکو میزنه و صحنه رو ترک میکنه. بعد از تموم شدن این ماجرا ما مجدد در نقش کارتل پیش بانوی میلف میریم و اونجا آدرس مزرعه های دیگه رو بهمون میده و میگه برو اینجا رو نابود کن که دامنه‌ای بیشتری از کوکولی دست ما بیفته. و ما هم با جرخوردگی فراوان و واقعا جرخوردگی فراوان این کار رو انجام میدیم. خیلی مرحله تو مخیه جدا از داستان. در ادامه باید انقلابی مردمی رو رسانه‌ای کنیم تا ملت انگیزه بیشتری بگیرن و باید بریم به انقلابیون کمک کنیم. میریم با کمک برادران انقلابی یک ایستگاه مرکز رادیویی رو میگیریم و نگه میداریم تا خوزه جان بیان و مردم با شعار ما همه سرباز توییم خمینی و در جواب ما همه سرباز خدا هستیم، نه تو سرباز منی نه من سرباز تو. مردم بعد حرفای خوزه با انگیزه بیشتری به پا خیزند و قیام کنند ضد این دیکتاتوری. بعد از این داستان میفهمیم مندوزا لاشی هم سلاح کشتار جمعی داره و هم سلاح اتمی. ما هم میریم به پایگاه‌های موشک این دیوس با هک سیستم یکی از موشک‌ها رو بلند میکنیم و میکوبیم به پایگاه خودش تا نابود بشه. این کار باعث فشاری شدن شدید مندوزا میشه. قدم بعد باید بریم منبع برق جزیره رو نابود کنیم و بفرستیم هوا. در مرحله بعد قرار از طرف یک شخص سوم که فاشیسم هستش یک محموله برسه. فاشیسم یک فرد سیاسی افراطیه یا به نوعی میشه گفت یک فرد سیاسیه که طمعکاره. حالا ما نمونهشو زیاد دیدیم تو ولش کن. اسم این فرد دوکیاتو کلاینره که یکی از دوستان و متحدان سالوادور مندوزا جاکشه. ما هم قراره بریم محموله رو با زغال سنگ عوض کنیم. بعد از این کار ما به نابودی مندوزا خیلی نزدیک میشیم و برای نزدیکی بیشتر باید همچنان جر بخوریم و 2 تا از افراد نزدیک مندوزا رو مورد فاتحه قرار بدیم. بعد از این برای جر دادن و فشاری کردن بیشتر این جاکش به بانک شخصی مندوزا میریم و تمام پولاش آتیش میزنیم. Now that's really burning through your money.
و باز هم برای بیشتر جر دادن این دریوس در قدم بعدی میریم سلاح‌های هسته‌ای این داپشون هم نابود میکنیم و برای این اتفاق من جای مندوزا بودم خودکشی میکردم، اما فرار کردن رو به خودکشی ترجیح داد. جت شخصیش رو روشن میکنه و موقع فرار با این جت ما به شکل کاملا اسپایدرمنی وارد جت میشیم و با لاشیبازی تمام مجبور به پریدنش میکنیم و بعد از پریدن You see what happens when you make me angry? What a mess. El Presidente always wanted to be an integral part of his country. Now there are little pieces of him all over. He's gonna wash up on every beach in San Esperito. And a happy ending for everyone. خیلی ممنون که این ویدیو رو نگاه کردید. لطفاً ساب یادتون نره، تو کامنت ها ایرادی چیزی بود حتما به هم بگید و لطفاً حمایت بکنید. همین، دمتون گرم. مرسی که ویدیو من